عجب چالش خفنی بود. این که اینا ورزشکارای حرفه‌ای هستن توش شکی نیست، ولی برای انجامش باید هسته بدنتون خیلی قوی باشه که بهش میگن عضلات کور. و همینطور برای بالا رفتن از تکیه‌گاه شما احتیاج به عضلات مچ، پشت بازو و زیر بغل فوق‌العاده قوی دارید. بریم با هم دیگه انجامش بدیم. علی آقا اینجوری اذیت میشی. بیا 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 بریم. ماشاءالله 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 ماشاءالله. بیا رفتی خیلی خوب. ماشاءالله رفتی. عجله نکن ماشاءالله.